کنج 4 دقیقه داریم به 8 شب. بعد درست 8 برابر وقت جلو درست خط 6 قدم و روی سر کازرانی و توی دروازه گل فروشی تیم ملی ایران. در این دقیقه دقیقه 22 رو براتون گزارش می‌کنیم. خیلی تمیز، خیلی راحت با ضربه سر حسین کازرانی بلند برتری تیم ملی فوتبال ایران در دقیقه 22 نگاه می‌کنیم. این از لحظه است که پرده میره و مانور می‌کنه به این توپ. ببینید چیکار می‌کنه. میره جلوتر، این پامو می‌کنه. بازم جلوتر. نزدیک خط توپو می‌بره. از زیر پای دروازه رد میشه. حالا غفور میرسه. گل دوم ایران وارد دروازه هنگ‌کنگ میشه. ایران 2 هنگ‌کنگ بلند اون حداقل 10 تا کازرانی اون بلندتر. اول ما قرار داشتیم که من نفر جلو رو می‌زدم، کازرانی جمع می‌کرد. چون این یاره قد بلند اومد دیگه کازرانی مأمور شد. یعنی میرفت تو پای هوایی من اون پشت جمع می‌کرد. ولی من که من 2 دقیقه به پایان 45 دقیقه اول وقت داریم. بلند و کشیده در شرایطی که بچه‌ها پیش میرن داور پنالتی اعلام میکنه. حق پنالتی. کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. ببینیم که کی میزنه. قاسمپور یار زحمت کشه جبهه چپ هافبک خوب ما هافبک هوشیار توپ غفور به صادقی شوت میزنه. روشن گل روشن با سماجت جان کوزمینا رو جا میذاره. آهنگ دروازه استرالیا داره. باریکلا پسر خوبه ایران. غفور گل میرفت که گل بزنه غفور. بنابراین بازی اینجا تمومه. بازی دوستانه داشتیم. آقای ماجرانی من گفتش که پس فردا بازی میکنیم. دقیقه 10-15 بازی بود که در حال دریبل زدن بودم. اگر خودم پرتاب میکردم رو زمین شاید پاره نمیشد، ولی در اون حال که بودم متاسفانه میرسکم پاره شد. و چون فرصتی هم برای مداوا و عمل نبود مجبور شدم ادامه بازی‌ها چون از 10 روز بعدش شروع میشد به ضرب آمپول بازی کنم تا اینکه بازی با کره کاملا پاره شد. ولی خوشبختانه با اون بازی ما رفتیم جام جهانی. صادقی یک دو برو بینم خراب بزن همینه ایران یک کویت غفور جهانی درست دقیقه 47 دروازه کویت بالاخره باز میشه. حسن نظری به هر شکل هستین عبدالله معیوفه که توپ دفع میکنه. بلافاصله صادقی با قاسمپور برای پروین رو خوب میبینه. پروین سانت میکنه. مشروط پایان مسابقه تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال کویت رو آقای توماس داوری از کشور ویلز به صدا در میاره با نتیجه 1-0 به سود تیم ملی فوتبال ایران با گلی که در دقیقه 47 غفور جهانی زد. هافتم اول تیم یه مقدار در سطح خیلی پایینی بازی کرد، ولی هافتم دوم روی اصل قدرت و تکنیک بچه‌ها برتری بر کویت از نظر قدرت بدنی تونستن که نیمه دوم خیلی خوب کار کنن و همونطور که شاهد بودین گل هم بزنن. امروز تیم ملی فوتبال ما در چارچوب مسابقه‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی 1978 آرژانتین بازی برگشت خودش رو در مقابل تیم ملی
فوتبال کره جنوبی انجام میده. ما 4 تا دفاع، من بودم، آقای کاظرانی بود، آقای نظری بود و آقای اسکندریان. شاید حدود 40-50 بازی با هم کرده بودیم، خیلی با هم جفت و جور بودیم و خیلی با هم مچ بودیم در اون بازی. برای همین بود که تو بازی مقدماتی ما تو کل 13 تا بازی مقدماتی ما فقط 2 تا گل خوردیم. اون 2 گل هم در تهران خوردیم، شاید یه گلش حدود 40-50 متری بود که هافبک تیم کره به ما زد. توپو سانت بکنه و در نقص یک دفاع کنترل میکنه ولی اشتباه میکنه و اشتباها توپو میده. شوت توی دروازه میریم که نمیده گل رو گذاشت بکنیم. در همین لحظه ایران که سمت راست صفحه تلویزیون دروازش قرار داره بازی رو آغاز میکنه. سفیدپوشای ایران صاحب توپ هستن. صادقی ضربه رو روی سر حسن گل به وسیله حسن روشن روی ضربه کاشته که علی پدری جلو راست زد و ضربه سر حسن روشن که خود به تیر دروازه برگشت به همین شکل دست دروازه با و تیر اول و دور روی دروازه جلوی دروازه و ایران 2 کره 1. حسن روشن دستی دومی بازی ملی. نگاه میکنید چند بار میره چند بار میاد، یه بار دیگه روشن و این روشنه که تمام میکنه. اثر روی دروازه ما گل مساوی تیم ملی فوتبال کره. همون حادثه‌ای که نبایستی اتفاق بیفته اینجا اتفاق میفته و حادثه کویت تکرار میشه. حال ایران را به تیم‌هایی که تاکنون به جام جهانی آرژانتین راه یافتند بیفزایید. سال 78 هم دقیقاً مثل الانی که تیم ایران از قبل معلوم بود که به جام جهانی میره، ما هم در تهران بازیمون با استرالیا که تموم شد مشخص بود که ما انتخاب شده واسه جام جهانی هستیم و آخرین بازیمون هم در کویت دیگه تشریفاتی بود. حالا یک حمله سریع فیصل دخیل گل برتری تیم ملی فوتبال کویت. از وسط زمین اون جفته روی سره حالا کار نمیرسه و بلافاصله شوت توی دروازه یه گل بی‌امان دیگه برای ایران. اون موقع یه دونه تیم میرفت از آسیا جام جهانی و ما با تلاش بچه‌ها و کادر فنی آقای مهاجرانی همه زحمت کشیدن بچه‌ها تا یه تیم رفتیم جام جهانی. بازی آخرمون که کویت بود آقای مهاجرانی به نظر من 7 تا 8 تا از ذخیره ها رو گذاشت بازی کردن. ما همه بیرون بودیم و اونجا هم 2-1 بردیم بازی رو. راه پیدا کردیم به جام جهانی. جام جهانی خب شما اون موقع من یادمه که تمام اردوهای تیم ملی همش 2 و 3 ماهه بود. یعنی هیچ زمانی نبود مثل الان مثلا 10 روز 15 روز جمع بشیم دور هم بریم بازی‌های بین‌المللی. ولی اون موقع کم اردوی ما در دهکده المپیک 1 ماه بود. 1 ماه 2 ماه 3 ماه تو بازی‌های دوستانه که انجام میدادیم. خب یه بازی ما فرانسه بازی کردیم، تیم ملی فرانسه با ما تا دقیقه 80 ما 1-1 بودیم.
فکر میکنم دقیقه 85 یه گل هافزد ما خوردیم تا اومدیم آماده شدیم برای جام جهانی.